بفرمایید. چی شد گیلک عباس؟ پایینا. بفرمایید کجا؟ ما صدا کن. صدا کن. کار دارم. صدا. گیلک هم بگو بیا. سلام علیکم. تو خونو کمان. خیلی خنکه. خونه ها شما خیلی خنکه. چی داریم کجا؟ یادم خیلی چی اول داری؟ خوب کاکا دیگه چی گپایه؟ قراریه. یعنی تو خونو کمان. خیلی خنکه. بیا برو جو. بیا اینجا بشی. کاکا خسور خود بدیدی؟ بله. کاکا خسور خود بدیدی میگم. شامت کردی خود اینا. شلون گیلک جو؟ راست میگین کاکا. شلون گیلک؟ با تو که بدیدین نگاه. شلون گیلک جو؟ آیاد ما برا کاکا ببخشید که گردن ما باشید اصلا گیچو. پیش نمزاد خوب برفتی حیات تو نره. پیش کاکا خسور خوب آدم. نفهمیدم من. اصلا من خیال میکنم که دیشب اینجا گایم. خب. شلون گیلک جو؟ شکر فضل. یاری. براز از مزاحمت من بیامدم که کمی کار دارم به شما. خب بگی کن. ما می حساب کتاب می مجلس گیلک کارهای تیار کردیم. خب. حالا می بیامدم مدل ما گفتم برو به پیش کاکا خسور گیلک بگو می لیست خبری خود شما بدیم که ما می مجلس بخیر زودتر بگیریم دیگه این هم عجله داره که زمستون عروسی مر بکنیم. یعنی به کی هست که ما بفهمم. دیگه تا می افس مدل میگم امروز جمعه دیگه. می 8 روز 10 روز امیت چیزی امروز جمعه نیرستی. امروز شنبهه. جمعه برو سبا شنبه. خب مسئله نیه گپ نیه. مدا خبریامو که هسته تقریبا ما تون لیست گرفتم 1000 نفر هسته. 1000 نفر؟ 1000 نفر بله. که میشه ما خدا باس بگرفتین لیست بگرفتین که 1000 نفر شد. 1000 نفر شما می قومی شما هسته می بسته می شهر. بله. میفهم که 1000 نفر قومی منیه کوکو. همین امسال دور پیش من اینا نون اینا رو بخوردم بعد نون اینا رو بودم یا ندم کوکو. سعی کنید کاکا جان شما خو گپ خوب میزنیم. نون اینا رو بخوردیم شما با مجلس ها به چاه خوی کار رو بکنیم. این مجلس دختر شما نون عکیسی میره هر وقتی که شما مجلس عباس کردیم باز یه وقت من میگم شما 5000 نفر خبر یعنی من حق ندارم به من عروسی دختر 1000 نفر من نون دو نون اینا رو بخوردم. شما بس پیش 10 نفر بریم کی حق داره که به مجلس دختر خو 1000 ما خود ما خبری ها ما همه 500 نفر شدیم. ما خبری ها شما چی کردن؟ کاکا خسرو البته شما خیرات عمومی میگردن خو گرفتین. نون مردم رو بخوردن نون اینا رو بعد بودم یا ندم. خب کاکا نون مردم رو بخوردیم شب اونا رو میمون کنیم به خونگاه خود نون بخوریم ما کسی خو بدم. اونا آقا بخورن میگم کاکا جو همسایه شما. کاکا جو بعد چرا عروسی میگیرن عروسی دختر خو میدم؟ عروسی دختر خو کاکا اینجا گفتن. یاره کاکا شما میگه سر ما ظلم میکنه ما 500 این نفر. ظلم نیه کاکا. نه تو به دخترم هدیه آوردی نه نوروزی آوردی نه زمستونی آوردی هیچ کاری هم نکردی. خود شما گفتین کاکا. حتی میمونی خیشی هم نکردی کاکا. خود شما نگفتین که نه خواشی بدین هم خواشی میدیم. حالا گفتن خوب نیه ما اینا رو همه رو می وقت وعده و مدرم میارم. خونه شما خود گفتن که نیارم ما نداریم که بده نه هم شما بیارین که کاکا جان شما کی آورده که من وعده ندادم؟ حالا اونا گذشته سالوات کاکا اونا جربست نمیکنن. خب اگر شما با طمع 1000 نفرین که ما می برار ما خنکنده یعنی 2 سال 3 سال نمزاد داره ما می پولا را 10 جا ما اگر میمونی بدیم بعد اگر خبر نکنیم. یا من چیکار کنم؟ من چی خدمت کنم؟ دیگه خنکنده هم این خان خودی میکنه کنم چی میره تاکوش های خان خود میکنه 1000 نفر ما نمیتونیم. گفتم کاکا جو هر وقت که تونستیم 1000 نفر خبری من نون دادیم بیایم آدم خورداریم ببریم. پس بریم گیلک این معامله ما رنگ قومی نداره برای بریم که من 4 تا ریش سفید جمع کنم بیارم دم رنگ گرفت و بیاین. 4 تا ریش سفید جمع کنم بیارم 100 تا ریش سفید که بری امر دیگ شما کاکا به پیش 100 نفر بشینیم اگر کسی به عروسی دختر خواهد من کار ندارم. به عروسی برار مدیون هر وقت که رنگ رو کارش من رنگ رو گیری بیایم مثلا خانم 100 یک دو جلو شو گیلک
تو که 1000 نفر نون داده نمی تو چه مجلس میگیری؟ کوکو کجکی کجکی هیچی ولی پیار تو ما جواب داد چرا؟ من چون پیار کاکام میگم که 1000 نفر ما خبری داریم ما 1000 نفر خبری داریم ما همه دوست رفقا خوب ما خود نونای اینا رو بخوردم مگرم اینا رو بگم هرچی بلار من میگه که ماما جان آخه شما به بررسی با چی خوی کاره بکنین چرا بررسی دختر خوی کاره میکنین مردم خبر میگن نه هر دوی پا خور کاکام یک کش کردن که خوش داریم بیایم عروسی کنیم نداریم بریم برات کار خوب بریم انا حالا ما گفتم نمیفهم چی کار کنیم برو خوب پیار خوب بگو من رمضان بلار منو بیری شدیم برفتیم نه خب نمیشد که حضرت می مگر 1000 نفر می بودن خبری ها شما خبری ها ما نه خبری ها شما 1000 نفره خب میگم من پیار خب میگم از من خیلی بشه مدر من میته که حساب کردن گفتم هم مرکمو فامیلی حساب کنیم شاید 250 نفر الا 270 نفر بشه پیار همشته گپا میزنم خدا خب 1000 نفر نمیشد که کمک خبر میکنیم یک 1000 نفر مگر شما یک شب زمستون سکی خونگی سکی کارار سکو 1000 نفر خبری 1000 نفر ما پول داریم که 1000 نفر بیاریم اینجا به مردم نون بدیم از شما کم میگه از ما یک زل میشه بخدا آل پیار چی گفتم دیگه هیچی گفتم هیچی مگر 1000 نفر باشه اون ما بیری شده دیگه من میلانه گفتم سعی کنیم چی میگی برو به پیار خوب بگو کار نداری نه دیگه بریم دیگه کار بکنیم بلکه دیگه من چی کار کنم چی بگم بیا مردم میگم 1000 نفر خبری داریم خود تو برو خود پیار خوب گفت دیگه کار نداری نه بریم خداحافظ برو به پیار خوب بگو فهمیدی خب مگر بگم ناراحت نکنی 1000 این عروسی میره تیر میشه با میتر روی دشت باشه هم خونه دختر خوب بیایه خوبه بریم خداحافظ چی گفتیم بابا؟ چی؟ امیر گفتیم که 1000 نفر خبری شما شده خب خیلی نیه نه چی خیلی نونم 1000 نفر رو بخوردم نممکن نون نار بدم سلام و علیکم ها خب دیگه حتمی قرض که نیه قرض البته بابا اشتو که پا میزنی بابا جان تو تماشا خوب کن تو چی کرده این کارو خیلی مگر طرف دومات مگر طرف از اون خبری خیلی میبود چون اونا مصرف چه دیگه حالی شما 1000 نفر خبری خبر کردیم یعنی چیکار کنم برای اینا چی خدمت کنم خب کم کنیم دیگه کم کنم ایت یک نفر کم نمیکنم دارم عروسی بگیرن که ندارم تو باباش که خدا برای اینا بده اینه من 1000 نفر بخوردم نممکن نون اینا رو بدم آره بابا مردم به سر ما طلب داشتن راست میگن چی؟ طلب داشتن من طلب داشتم خب اونا خبر کردن مال که ما نداریم خبر نمیکنیم ولی من خبر میکنم چرا عروسی دختر نداریم منه از کجا بیاریم ما برای عروسی دختر خبر نکنم کی خبر کنم خبردار کنیم عروسی به چی شما تک کنیه؟ کنی پریشون کنی کما نون بیتیار کنی شکم مردم کنی اگه خوب باشه میگم پدر دینالا کنی خوبه داد خدا رو بدر که اگه خراب باشه میگم پدر دینالا دی که ندیش مجلس خوبه عروسی نمیگیری کجی جان بله بچه جان نون عجم و نیه نون عجم از اوناه آخه بابا خوبه گردم حالی از جمع و از اونایی چی داره همون مسلمون از کجا ورده اقدار خبری نونده یعنی خود تو میگم من نون 1000 نفر رو بخوردم نممکن نون اینا رو بدم یه عروسی دختر خو حالی هم 1000 نفره آخه مگاری حتما جنمانه که ما خبر کنیم نداریم کاکا اونا نادری نداری خبر نمیکنیم گفتم دختر خوب بگن تو تماشا خور بکن تو چی کرده بیت کارا بابا سعی کنیم امیر 1000 نفر که شما خبر کردین اونا که دومادن خرج مصرف اونا میدن من کار ندارم خدا 15000 نفر رو خبر کنم من چی کردم بدونم شما وقت برو گرد کم بخیر وقت برو گرد خورو 200 300 خبری از اونا خیلی ما کله خو کار میگیرم ما کله خو کار میگیرم تو چی کرده برو
خب بابا نکن تو تماشا خوب کن. دیگه. خب بابا چرا تا گپا میزنه این بابا؟ اینه. اما خدا فکر کن تو چی کار داری؟ من کار نداری.